سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 11 مارس همراه شما. امروز در شهر دوشنبه مقامات کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا راجع به راههای تحکیم همکاری‌ها برای تامین امنیت در تمام منطقه گفتگو کردند. در مکالمه امنیتی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی مبارزه با ضد تروریسم و افراطگرایی و جلوگیری از این ظاهرات منفی بررسی شد. در نشست نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان شرکت داشتند. در این محفل گفته شد که خطر تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی بیشتر شده است و برای مقابله با آن باید همکاری‌های بسیار جانبه مستحکم کرده شود. با گفته حاضران نشست، نزدیکتر شدن کشورهای آسیای مرکزی همچنین میتواند در رشد افغانستان و برگردانیدن صلح و ثبات با آن کشور جنگ زده کمک کند. محمد صادق محمد یوسف مفتی سابق آسیای مرکزی و یکی از روحانیان معروف ازبکستان در سن 63 سالگی درگذشت. بنا به گزارش‌ها این روحانی شام 10 مارس هنگام بازی بسکتبال در دانشگاه اسلامی تاشکند به سکته قلب دچار شده است. محمد صادق محمد یوسف در عهد شوروی سابق در سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 رهبری اداره مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان را بر عهده داشت. حاجی اکبر تورا جانزاده یکی از روحانیان شناخته تاجیک در گذشته محمد صادق محمد یوسف را یک تلفات بزرگ نامید. ضایقه بزرگی برای مسلمانان منطقه هست، زیرا واقعا شخصیت عالم بودن، یک عمر با تدریس و تعلیم و تالیف کتاب مشغول بودن، با دعوت اسلام مشغول بودن. زیاده از 120 عدد نامگویی کتاب‌ها تالیف نمودند، خصوصا تفسیر هلال که بسیار هم بزرگ حجم است. محمد صادق محمد یوسف را یک روحانی معتدل می‌دانستند و او سازمان‌های تندرو اسلامی به مثل جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ازبکستان را محکوم می‌کرد. در تاجیکستان امروز روز مطبوعات را تجلیل کردند. بخشیده به جشن خبرنگاران تاجیک که هر سال روز 11 مارس صورت می‌گیرد، نشست و محفل‌ها برگزار شد و اهل قلم کشور درباره دشواری و دستاوردهایشان صحبت کردند. و تعدادی از خبرنگاران هم جایزه‌های وزارت فرهنگ را سپردند و از کارشان قدردانی کردند. خودسانسوری، ترس از نوشتن حقیقت و آشکار کردن کمبودی‌های حکومت و جامعه از مشکلات است که سالها گریبانگیری خبرنگاران تاجیک است. حکومت تاجیکستان را هم برای فشار و تهدید بر روزنامه‌نگاران اکثر وقت تنقید می‌کنند. صحبت این روزه برنامه درباره آزادی بیان در تاجیکستان است و صحبت را همکارم مومن احمدی با نظیر نصرت سردبیر روزنامه امروز نیوز انجام داد. خب نظیر، از نگاه شما مشکل اصلی خبرنگاران تاجیک امروز چی هست؟ سرکرده از مشکلات مالیوی تا به مشکلات دریافت معلومات، مشکلات دسترسی به اطلاعات و مشکلات حتی خانوادگی، حتی مشکلات نداشتن اجاره، مشکلات نقلیات، مشکلات تمامی مشکلاتی که عموما جامعه داره، پیش از همه به ژورنالیست یا خبرنگار تاجیک هم همچون یک عضو همین جامعه تاثیر خودش میرسونه. برای چی؟ ما در جامعه زیسته بیرون از اون بودن نمیتونیم گفته از کسی. این واقعیت همین است که اما در فعالیت کسبی چه مشکل است؟ وقتی در جامعه هستیم و مشکلاتی اون رو درک میکنیم، میخوایم نمیخوایم همیشه ما در فعالیت کسبیمون میبینیم. برای مثال اگر امروز من مشکل خانوادگی یا مشکل اقتصادیم درست نباشه، میبیام در ذهن من حتما همون راههای حل همون مشکل پیدا کردن نقش میبنده و من نمیتونم درست فعالیت کنم. این از لحاظ مثلا اقتصادی و اجتماعی. از لحاظ وقتی که درست فعالیت کردن نمیتونی، حتما در یک جا مثلا با کمبودی راه میتی، این تاثیر میرساند به همون فعالیت کسبی. از طرف دیگر گریم اگر انمون گفتیم دسترسی نداشتن به معلومات یا مشکلی کشیدن در گرفتن کدام یک اطلاع، بالای این هم از می شود. بله، اما بسیاری ها بر این نظرن که خود سنزوری یا پرهیز کردن از نوشتن هر مطلب میانی روزنامه‌نگاران تاجیک بسیار قوی است. این حالت زیاد رو میخوریم. مثلا این حالت مطلب ها را نمیخوان که انتشار کنن یا بنویسن روزنامه‌نگار. سالهای پیش میگفتن که چرا مطبوعات تاجیکستان درباره خانواده پرزیدنت نمینویسد، اما
همینطور یک سال در بسیار رسانه‌های تاجیکستان بررسی می‌گرفت که بررسی کشیده می‌شد که اگر مطبوعات تاجیکستان خود سنزوری نمی‌داشت می کارا می‌کرد، اما جایی شد که مطبوعات تاجیکستان همین چیزا هم چاپ کرد، همین مواد هم وابسته به خانواده پرزیدنت چاپ کرد. اما باز هم مسئله دیگر برآمد که حالا هم مطبوعات خود سنزوری ژورنالیستان به خود سنزوری راه می‌دهند. یعنی ببینید هر قدر که ما با همین مسئله چقورتر رفتن گریم یا وارد شدن گریم، همون قدر باز طلبات ما با اینکه خود سنزور نباشد و آزادی بیان بیشتر باشد زیادتر شدن میگیرد. مثلا از دیدگاه ما در ایالات متحده آمریکا امروز نمونه بهترین دموکراسی شاید باشد، اما از دیدگاه خود امریکایی ها نمونه بهترین دموکراسی اون نیست که در کشور اونها است. آزادی بیان هم همین است که ما میگیم که در ما خود سنزور هست، شاید در ازبکستان میگن که در تاجیکستان وضع آزادی بیان بهتر است، خود سنزور ندارن. خب در گذشته قضیه‌ای بود که شما با امان الله حکومت الله داشتین، در مورد پسرش داشتین و در بحث‌های سودی بوی هم دادید، یعنی دادگاه با منفیت اونها بحث حل کرد. پس از نوشتن این در شیوه کاری شما یگان تغییرات به وجود آورد، این شد که شما بعضی معلومات رو از انتشارشون خودداری کنید. راستی یک مدت ما خواستیم که حداقل خودمان رو مجبور کنیم که با بعضی موضوع دست نزنیم، اما نمیشود. میخواهی نمیخواهی، مثلا وقتی موضوع اطلاع تازه در دستت هست، یک موضوع جالب هم هست، بگذار بعد دیگر رو، یعنی فوریتش گم شود، بگذار چیزهایی هم باشد، باز رو میاری با اینکه همون چه نشر کردن در کار، همون موضوع نوشتن در کار. رئیس ولایت ختلان از خبرنگاران ولایت دعوت کرد که برای مبارزه با افراطگرایی به مقامات کمک کنند و نگذارند که جوانان تاجیک به صف گروه‌های تروریستی بپیوندند. دولتشاه گل احمدزاده روز 11 مارس در حضور خبرنگاران ولایت گفت بعضی از جوانان زیر تاثیر عقیده‌های افراطی ماندند و برای جنگ با کشورهای خاور میانه می‌روند که این مایه ننگ برای ملت تاجیک است. جوانان نه فقط با بعضی تشکیلات‌های عموما تروریستی اکستریمیستی، بلکه امروز روی روز با بعضی دولت‌هایی که امروز چنین دولت نیست همراه شده با مقابل دولت‌های کریستیانی امروز مبارزه بوده ایستادند که این داغی پیش از همه ملت است. دولتشاه گل احمدزاده اظهار امیدواری کرد که خبرنگاران ولایت با گزارش و مقاله‌های خود جوانان تاجیک را بر راه راست هدایت کنند. بنا به آمار رسمی تنها از ولایت ختلان تقریباً 40 نفر به صف گروه‌های تندرو پیوسته برای جنگ با سوریه و عراق و افغانستان رفتند. در ولایت ختلان رزمایش وسیع مقیاس برای آمادگی به هر گونه جنگ احتمالی شروع شد که در آن 50,000 نفر از نیروهای مسلح و همین گونه مردم آسایشته شرکت می‌کنند. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع روز 11 مارس به رادیو آزادی گفت در این مشق‌های ستادی تانک و توپخانه و نیروهای هوایی نیز جلب می‌شوند. زیاده از 100 عدد تکنیک‌های زیرکوب جنگی جلب می‌شوند. اویاسیون جنگی جلب می‌شوند. نزدیک 300 عدد یا 200 عدد تکنیک‌های خوجگی خلقند در یک منطقه. مثلا یک نوعیه، البته من در نوعیه سرمان بودم، در اونجا زیاده از 2000 نفر اهالی همین نوعیه منطقه جلب کردگی. با گفته فریدون محمد علیف در دایره رزمایش سطحی توانمندی مقامات قدرتی تاجیکستان در برابر حمله دشمن سنجیده خواهد شد و اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.